با برادرهای فقه جعفری ما، با برادرهای شیعه ما که در افغانستان وجود دارن، شما بحث طولانی داشتیم با تمام اصول از اونا، با تمام مسائل از اونا احترام داریم و شما ببینید که در طول تاریخ با اونا کدام جبر و ستم مشکلی وجود نداشتن، فعلا هم نداره و در آینده هم ما تضمین از این میکنیم که ان شاء الله اونا در تمام موارد مذهبی خود و تمام امور خود اونا آزاد خواهد بودن، هیچ مشکلی نخواهد داشت ان شاء الله. تشکر. Thank you very much. برادران اهل سنت از روی اعتقاد نه از روی سیاست همواره در کنار برادران شیعه و در کنار حضرت علی و مسئولین نظام جمهوری اسلامی بودند و در تمام عرصه ها و سانه ها از نظام جمهوری اسلامی قاطعانه حمایت کردند. امشب ما جمع شدیم تبدیل بشیم. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. من به برادرها و خواهرای شیعه هم گفتم وقتی میاد اینجا تو قیام مهرتم با خودت بیار. زن و مرد. دوستشون داریم، از صمیم قلب دوستشون داریم. هر کسی که رافضه را دیده و دانسته کافر نداند خودش کافر است. خیلی که شیخ الاسلام ابن تیمیه در مجموعه الفتاوا ذکر کردند و میگویند کفر هؤلاء لا يختلف فيه المسلمون بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم. در کفر این قوم رافضه هیچ یکی از مسلمان به همدیگریش اختلاف نمی کند، بلکه میگن هیچ شک نیست که هر کسی که رافضه را کافر نشمارید او خودش کافر است مثل همونها. این دلالت میکرد که هر کسی که رافضه را دانست، شناخت، شرکیات اونها را فهمید، عقیده باطل اونها را فهمید، کفریات اونها را فهمید که صحابه را مرتد میدانند، فهمید که قرآن را تحریف شده میدانند، فهمید که ابوبکر و عمر را جیب طاغوت میگن، فهمید که عایشه رضی الله عنها زن دوست داشته رسول الله را فاحشه میگن. اعوذ بالله من ذلک. بعد از این رافضه را کافر نگفت و حکم به مسلمان هایشان کرد، حکم به مسلمان بودن اونها کرد یا که شک به در کفر اونها کرد، این خودش کافر است. من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرهم فقد کفر اجماعا. بین البته سخن شیخ الاسلام بود رحمه الله تعالی. محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن